بیا بسیار گپ نزن. اگر من راضی نباشم زنی تو را دار میکشد، راضی نمیشود. اگر در کار باشد من زنم رو طلاق میدهم. این هجری وطنم رو خانه دار میکنم. ای کله سفید احمق، فهمیدی گپ مرا؟ تو خیر؟ تو کی رو طلاق میکنی؟ زنک جان ببخش، ایگه یک هیدانم برامد. این می کلده می بیعقل خطی بازی کردیم، گفتیم توی میکنیم سنم هجری را. نکی هیچ جای نکی روزی شوی بودیم بیعقلی گوسپندی کلغاوز. فهمیدم. دختری من با یک طوری مویش 100 بچه میارزد. دخترمون رو با این معظم نمیدهیم. ایش مای زورا دوره. مادر جان اینجا جای خیلی گپ نیست. اینجا در یکم گپ‌های خوب زنید که همه راضی شوند. مادر جان سلام، بسیار سخنهای خوب گفت. تو را کی اجازه داد مرا مادر جان بگویی؟ خانم اگر شما بگویید بسیار هم خوب می شود. حجابی همو عجوزه کمپیرت مادر جان میگویی ها؟ ایره بدان شیر ما برات حلال نمیکنم. اوچه جان این خیلی نگوید، گناه می شود. توی مادری جانی من. دف شوه که مرا دروغ نگو تو. اوچه جان شما خودتان حجابی را کلان کردید، همه میدونید که دروغ نمیگوید. دخترم چرا تو اون کمپیری سرسفید را مادر جان میگویی؟ اخیر مادر جان ترا قرد آمد کمپیری فرسوده دخترت مادر جانت نمیگه. مرم باشه ای روی بچم هجری جان مادر جان میگه ای دختری تو خوزیر دختری مرا خوزگوری میکنی. تو مرم نمیکنم. میکنی؟ نمیکنم. ما چی مجبورم که دختر قاق به هنر تیره کلن کنم؟ اوی به هنر باشد به هنر باشد. در اینجا روزگی من در کار بود، من روزگی میدیهم. اوه چه؟ ای قندر زن به سمی این کمپیر چی میگه؟ نفهمیدی چی میگه؟ راضیگی داد برای دخترش. زنک جان شما جدی هستید؟ دخترمون با حجابی دادن راضی هستی تو؟ البته راضی هستم. روزی نمیبودم این خلقه رو نمیگفتم من. شما مرا چی خیال کردید؟ من هم روزی شدم برقص این کمپیری کلا سفید. شما هر دو بکفید. بکفید هر دوی شما. هجری جان کنی بیا دستم رو بیبوس. حاضر مادر جان یک طرف بیز. کنی بینم دستم رو بیبوس. آی بس شب کتی بیبوس. پدر جان دستتان رو بوسم. هی در آخر راضی شدن. من با سیرمی دیوانه یک جا می شوم. اکی کنون انشاءالله. شوکت بابونی یک جا می شود. خر برای سخت کار گم شو از نظرم، گم شو. بون نور نمیتم با تو خر احمق. خر احمقی بیعقل. اینجا حاضر توی سنم و هجری است. مردک یگان چی بگوی یا راخی؟ چی بگم؟ اینا با ما آخی توی سر میکنن یا؟ ای وایه مردک روز جوشنبه توی را سر میکنیم یک خیل آدم های کلا سفید خبر نشوند. البته زنک جان این خوب باید در توی تماما نباشن. مردک برای دهایم بیوره ببن که میرم موهای سرش یک تحت میکنم. ای جون تماس کنه برای چی کارش میکنی بکنیش که من هیچ کار دستم نمیویه. مردک جان شما رفته خوزیر خوفیس ها روزه کس کنید. فرزانه خورشید و ستریدین و شبنم. روید مردک جان روید. البته حاضر میروم. سمی یگان کار که آخی بچه مونه میبرن آخی یا چی در جد گن کشتی تو؟ بله زنم راست میگه، یگان حافظی نمیشه. ای کلا برم مای تو میپرسم چیکار کنم؟ موقعی مادری سنم همه کار خودم میکنین. دفعه شما در کار نیسته. بچه منای من بخواهم میبرای خونم نه اومدگی رو پاشم میشکنم نمیته. خونی من یگان کس نمیویه بسری بچه من نمیمونم شب برای. گمشو میگویم تو گمشو. بگاه توی میشود. توی بوی نمیشود. خیلی مایلش توی میشود. آفرین. سنم و موازین؟ نه نمیشود. دختر من نمیدیم. نه نمیشود. زنک جون انا بین نمیشود گفتم. نه نمیشود. نه این کاری خیر خانم نه نگوید. این کار باید شود. من با سیرمی دیوانه خانه دار می شوم. ای خدا جان منت دارم که تو مرا شنیدی. ها گبرا کم کنی تو بیایید اخی این کار را دوام دهیم و این راست میگه. دخترم نکن این کار رو. چی شد است مادر؟ یکی میزو میمونه همه کار تغری می شود. آی
دورینیم پلان شد دورینیم هیچ پلان شما این شد کار نکنید هیجابی خیلی هم بچه خوب است ریزوگیدی که تو تویش خوب برقرار گردد همه تو ریزو شوید سمی چه ریزو شدی تو من تو گفتم نشه ریزو تو بله کلی خنک بله ما خطی مراد در کافه شدگیم در سری همون موضوع صحبت کرده استودیم مایلش تمام جنگلموی سردور است ای موزه همه کلیسیور تایور کده میگه بیایم تایور شما بگه البته را ای خورپشتا گپی مرا گوش کن تو ای زینب دور میشوی و او رو زن پان نمیگویی اگر یه بار بینم تا که امروز زن میگویی موهوتا میکنم بچه ما او را گرفتنیم ای برادر بس کن این گپایت رو رفتیم بین همسری من تیار شده است که این بگاه ما مهمان داریم دفع کن خودت رو این بگاه ما با همسرم خوشحال میکنیم نمیایی ای گمشو مارمولک زینب پیاله های قهوه خوری را ندیده در کجا است تگی میز را بین در آنجا باید باشد مانده نباشی میلیز رحمت زنک جان تیار شدی تیاریت را بین این بگاه با فستیوالی کلکسیونی میرویم تو مرا زنک جان نگوی نمیفهمی ای خوردم تاکا یک شورت همیشه و زنیمه هستی من رنگ روی تو بذارم بینمود خواهی تیار شد تست این شو تست تیار شو میشه خیلی تاود میتون در همونجا خب گم شو بیرو تو با این پسر خونه دار میشه بنزدیکی ها این چی میگوید ها بگو خوب با خدا امی تو هم نگفته بودی میلیز گفتی ببخش زینب جانو این گپا رو من نگفتم اون پسر میگوید ای میلیز ما برای یک تا عملیات باید زنوشی موقعی شویم عملیات گفتی؟ بله عملیات این عملیات عشقی باشه ها کما را فهمون میلیز تو چی فکر رو میکنی؟ اینقدر فکر روی بد شما این شب با عملیات میروید بله با عملیات میرویم دو تا یک زن و یک مرد کدام چاله تاریخی رو دزدیده بودن ما باید زن و شوهری ساخته شویم و رفته اون چاله ها رو بگیریم از دست اونها نه؟ بله کمیسر مادر و پدری سلام روزی شدن برای تویم پدر و مادری خودم هم راضی هن نه بیا یک آغوشت گیرم برادرم تبریک میکنم زینب ما با هیچ خانه دور میشویم تبریک میکنم ینگا تبریک رحمت هجری جان من در تویم زینب سویدی تل میکنم تو مراد سویدی تل میکنی فهمیدی که پیمرم مایلش میشوم من هم میشوم این طور باشه با توی اومدگی میبینیم هجری جان اینقدر سراسر من نشو این شب توی من و زینب رو میخوری بعد محمد توی تو رو میخوریم من میگویم امروز با هجری فتح خوشکنی بریم البته را بیروید رفتیم هجری جان رفتیم مایلقای کمیسر مراد هجری خوش به حالت هجری مرکای به خیلی روزا میرسانده باشه که ما هم یک تا زن بگیریم هجری کنی بینم تو چی صدا گپ گوش کردستی زنک جان رفته تیار شو که این شب تو زنی من بشه باید بیرو خیر من رفتیم بچه ها یک احمق کلغاس رو یک جزایش رو دیهم انامین احمق هست انامین اینجا بیا کزور ای با رجب با آمده کو لگت های زدگی هم بس یاد نکرد با آمده ای تو ای همو قدم قربونه ها نمیدونم ای با قدم قربان مونان نیست ای پنجه نایفه بله روز گفتی همو بس کودک بازی کنی بیاید کو پنجه نایف یک تنس بکن در همین موبایل نکو استاد دفت شو دستت را گیر کنی بیاید همتان را یک مزه شلاقم را چشانم کو ببینید بیاید که تیار حاضر شما را شاگردای ما همت مایده میکنه یال به آی ای بچه ها کجا رفتین شما خیلی هیچ کار نمیکنه بچه ها کشتین شا سلام برادرای جنوب در اومده در کانال من پادپیسیا کنین کامنتر نویسین اگر بخواین همین خلقینه ها و کامنتی ها با زبان تاجیکی ترجمه شوند رحمت دارید.